چی شد که دانشمندا به فکر این بمب کثیف افتادن؟ بعد از بمب اتمی که به هیروشیما زدن، مقدار خرابیش انقدر قانع کننده نبود که باعث شد بمب کوبالت رو مطرح کنن. فکرشو بکن، بمبی که نه فقط شهر رو نابود میکنه، بلکه خاک و آب و هوا رو برای حدود 140 سال مسموم میکنه. فکر نکن بمب کوبالت تخریب بیشتری داره یا خرابی بیشتری به جا میذاره یا آتیش زیادی به پا میکنه. این بمب از بمب اتم قوی تر نیست، اما نکته مرگاور اون اینه که بمب کوبالت به شدت پرتوهای رادیواکتیو منتشر میکنه و فقط با موجوداتی که تو اون شهر نفس میکشن کار داره. خیلی از دانشمندان به این بمب کوبالت میگن بمب کثیف. تو سال 1950 آمریکا و شوروی دارن مسابقه بمب اتمی میدن. یهو لئو سیلارد، دانشمند مجارستانی که تو آمریکا زندگی میکرد، تو رادیو گفت ما میتونیم بمبی بسازیم که کل دنیا رو تموم کنه. این دانشمند همون کسیه که تو ساخت بمب اتمی هیروشیما دست داشت، اما حالا میخواد هشدار بده. اون موقع سیلارد حدود 52 ساله بود. هدفش ساخت این بمب نبود، بلکه میخواست دنیا رو از فناوری هسته‌ای که داره دیوونه‌وار پیش میره بترسونه. از اون روز هیچ کشوری نگفت که ما این رو ساختیم. شایدم نساخته باشن. بمب معمولی گرد و خاکی رادیواکتیو میریزه که بعد از چند هفته تموم میشه. اما بمب کوبالت به هر جایی زده بشه، پرتوهای رادیواکتیو تو هوا شروع میکنه به حرکت و هر موجود زنده‌ای سر راهش باشه میکشه. اشعه رادیواکتیو تا جایی که پخش شده حدود 140 سال اثرش باقی میمونه. این تابش بمب کوبالت مثل یه طوفان نامرئی میاد و هیچ دیوار یا ماسکی جلوش رو نمیتونه بگیره. این حد خرابی ها در صورتی که 9 گرم کوبالت استفاده بشه. اگه 1 کیلو یا 10 کیلو یا بیشتر استفاده بشه، فاجعه وحشتناکی روی کره زمین به وجود میاد. دانشمندان میگن اگه تعدادی بمب ساخته بشه و 500 تن توش کوبالت 60 استفاده بشه، دنیا به کلی نابود میشه. اگه کسی بره تو این شهری که 5 سال از انفجار بمب کوبالت گذشته، 1 ساعته میمیره و اگه 50 سال از اون انفجار گذشته باشه، حتی از مرگ سریع نجات پیدا کنه، درگیر بیماری سرطان میشه. همه موجودات زنده، حتی گیاهان هم نابود میشن و فقط یک موجوده که زنده میمونه. به نظرتون این موجود سختجون چی میتونه باشه؟ اونی که زنده میمونه اینه. سوسک حتی میتونه خودش رو با کوبالت 60 هم هماهنگ کنه و به زندگیش ادامه بده. حتی ممکنه زمستان هسته‌ای بسازه. دود سیاه خورشید رو کاملا میپوشونه. بعد از 140 سال تازه اون اشعه از روی اون منطقه پاک میشه. دانشمندا با اینکه میدونن بمب کوبالت روی هر شهری زده بشه، کل اون شهر رو نابود میکنه و جای هیچ موجود زنده‌ای حدود 140 سال تو اون شهر نیست، پس چرا هنوز کشورها با اینکه میگن نساختیم روش دارن کار میکنن؟ بمب کوبالت بیشتر یک کابوس تا واقعیت. سیلارد هم میخواست صلح بیاره، نه جنگ. امیدوارم که اینطور باشه و هیچ موقعی کشوری نتونه حتی دست به آزمایش چنین فاجعه کثیفی بزنه.